سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشید و همه چی بر وفق مرادتون باشه. با سیگنال بیت کوین در خدمتتونم از کانال یوتیوب دنیای ارز، کانالی که نمونهش رو هیچ جای ایران نمیبینید، چون رایگان دارم سیگنال بیت کوین در اختیارت میذارم، از طرفی هم آفرای رایگان بهت میدم. چی؟ دوره 0 تا 190 سنگیری از ارزهای دیجیتال، کانال سیگنال رایگان، سیگنال های رایگانی که فقط تو کانال خبری رایگانمون ما گذاشتیم، ارزهایی که اینجا توسط همکاران خود من که عضو تیم دنیای ارز هستن بهتون معرفی شده و واسه همینه میگم آقا نمونهش تو ایران نیست. کی میاد این همه خدمات رو رایگان برسونه بهتون؟ خدا وکیلی اگر استفاده نکنی باختی. من در زمانی که ترید در ارزهای دیجیتال رو خودم شروع کردم، نه تنها هیچ چیزی رایگان پیدا نکردم، بلکه اونایی که پول میدادی هم به درد نمیخوردن. فقط چون یه سری افراد زودتر از همه شروع کرده بودن، مثال 8 سال پیش، خب طرف می اومد یه چیز مسخره توضیح میداد، آره بیت کوین اینه، بلاک چین اینه، و بعدش هم هیچی به هیچ. ما داریم نه تنها بیس کار رو به شما ارائه میدیم، بلکه میایم در کنارش اینکه شما چجوری از این بازار پول در بیارید رو هم بهتون نشون میدیم. از طرفی هم خودمون هم پول در آوردیم، اونم به شما نشون دادیم. عکس سودی که کسی که با ما کار کرده رو من به شما نشون دادم. بعد اومدم الان کانال لایف ترید رو اندازی کردم که آقا میگم این سیگناله، اینو من خودم دارم میگیرم، تو هم بیا در کنار من بشین، انگار ما توی اتاق همه نشستیم با هم، میخوام از این استفاده بکنم تا با هم دیگه سود کسب بکنیم. الان من همون سیگنالی که تو کانال سیگنالمون دادم به صورت رایگان، میخوام همونو بیام و لایف تریدش رو هم برگزار بکنم که ببینید این سیگنال هایی که ما داریم به شما میدیم، خودمون هم داریم از همین سیگنال استفاده میکنیم. صرف اینه که ما سیگنال های در واقع میشه کانال سیگنال رایگان، اونم لایف تریده. چرا؟ چون همون جایی که بهتون سیگنال دادیم ورود هم دادیم، یعنی همونجا نقطه ورود ما مارکت، میگیم این سیگنالی که دیدی همون لحظه ورود خودت رو انجام بده. خب در کانال لایف تریدمون هم قطعا همین خواهد بود. میایم توی پلتفرمی با هم دیگه میشینیم، به صورت من ویدیو میذارم براتون، میگم آقا این موقعیت، این اعداد ورود، این خروج، این استافه، بریم تو معامله ببینیم چه اتفاقی میفته. و همین سناریو تو کانال سیگنال رایگانمون هم هست، پس استفاده بکنید. الان یه آیدی پشتیبانی توی دیسکریپشن براتون میذارم، برید به اینها پیام بدید، بگید آقا من از سمت یوتیوب اومدم، میخوام که در کنار شما باشم، میخوام لایو تریدتون رو شرکت کنم، کانال سیگنال رایگانتون داشته باشم. همه چی در اختیارتون قرار میده. یه $100 سرمایه اولی رایگان از طرف ایلان بانک گرفتم که با همون میتونی از کانال سیگنال رایگانمون هم استفاده بکنی. بیشتر از این طولانیش نمی‌کنم، بریم سراغ سیگنال بیت کوین، ببینیم که در بازار چه خبر هست، چه اتفاقاتی افتاده و الان چه کاری میتونیم انجام بدیم برای اینکه سرمایه هامون حفظ بشه. خب رفقا، بریم سراغ سیگنال بیت کوین، ببینیم که در چارت بیت کوین چه اتفاقاتی افتاده و چه کاری ما میتونیم انجام بدیم. در حال حاضر دقیقاً روی $84,000 اینجا اومدم بهتون گفتم آقا $80,000، $84,000، $82,000 موقعیت خوبی برای فروش نیست. پستش توی اینستاگرام کاملا مشخصه چی گفتم، تک سناریو به توضیح دادم، گفتم آقا الان نفروش، این روند نزولی یه اصلاح صعودی خواهد داشت که بیت کوین رو میتونه تا ناحیه $95,000 الی $100,000 بالا ببره. الان آلردی شما 15% با سیگنالی که فقط توی پست اینستاگرام هم دادم میتونید سود کسب بکنید. 15% اسپات، یعنی از $84,000 رسیدیم به $92,000. این رو پس در نظر داشته باشید. نکته‌ای که الان وجود داره، با لورج میتونید بالای 30-40% سود کسب بکنید. حالا الان در حال حاضر بیت کوین رسیده به مقاومت $92,000 تا $93,000. ناحیه مقاومتی بسیار سنگینی هستش. شما اگر دیدید در تایم فریم 4 ساعته این پترنی که اینجا براتون کشیدم اتفاق افتاد، این فلشی که اینجوری شد، یعنی اومد بالاتر از $93,000 تثبیت داد، بعد یه اصلاح زد، شاید مثلا اصلاح نزنه، شما کلا بالاتر از $93,000 تثبیت در تایم فریم 4 ساعته دیدید، مطمئن باشید بیت کوین تا ناحیه $95,000 بالا میره. اما امان از ناحیه $95,000 تا $100,000 یک گپ به شدت سنگینی وجود داره. این محدوده که عبور ازش بسیار سخته برای بیت کوین و من خیلی بعید میدونم که بیت کوین میتونه بالاتر از این ناحیه بره، و اگر بره ما
میتونیم به این قضیه امیدوار باشیم که روند بیت کوین بعد از مدت ها حداقل در میان مدت صعودی شده. اما خیلی ناحیه سنگینی، $5000 هست این ناحیه، $95,000 تا $100,000 یکی از مهمترین ناحیه های مقاومتی بیت کوین هست. اینو در نظر داشته باشید که $93,000 بالاتر ازش تثبیت ببینیم تا 95 راحت میریم، مشکلی تا 95 نداریم ما. اما برای بالاتر از $100,000 خیلی کار سنگینی داریم. حتی بالاتر از $100,000 هم اتفاقی که میفته اینه که دونه بدونه اینجا مقاومت $103,000 $105,000 $107,000 و اینها همه مقاومت هستن و مقاومت هایی که بارها و بارها بیت کوین در طرف 4 ساعته بهشون ریاکشن نشون داده. یعنی با توجه به نقدینگی که اینجا وجود داشته، با توجه به سفارش های فروشی که وجود داشته، ببینید یه پله زده بالا، همین باعث شده دوباره بریزه. اینجا یه ذره اومده بره بالا، دوباره ریخته و اینها همه باعث میشن که ما عرضه و تقاضا رو در بازار متوجه بشیم. اما اگر این مقاومت همچنان جلوی راه بیت کوین بمونه 92 تا 93 باعث میشه بیت کوین تا ناحیه $88,000 پایین بیاد و این 86,500 تا از دست نره ما ریزشی بیشتر اتفاق نمیفته برامون. یعنی فعلا بیت کوین بین سقف کف گیر کرده که کفش روی 86,500 تا $88,000 و اینجا باز میشه گفت نقطه ورود خیلی کوچیک برای اینکه شما از اینجا تا اینجا نوسان بگیرید، نه بیشتر نه کمتر، با استاپ لاس تقریبا این محدوده روی 85,600 $. این محدوده حمایتی ما به این درد میخوره، به درد خرید کردن نمیخوره. شما الان اصلا اثبات جواب نمیده توی بازار به هیچ عنوان. حتما باید نوسانگیری در بازار ارزهای دیجیتال رو انجام بدید تا بدونید که چه کاری میتونید بکنید با پول هاتون و چه سرمایه هایی میتونید به دست بیارید. اگر الان سرمایه‌ای دارید، ترجیح من برای سرمایه شما این هستش من رو به عنوان یک مشاور اقتصادی در نظر بگیرید که میخوام بهتون کمک بکنم کسب درآمد بکنید از این بازار. میاید 30 تا 50% پولی که قبلا در بازار اسپات داشتید رو کجا سرمایه گذاری میکنید؟ میاید برای نوسانگیری از ارزهای دیجیتال. این 50% رو که آوردید از کانال سیگنال رایگان ما استفاده میکنید با مدیریت سرمایه 3 تا 5%. یعنی از اون 50% پولی که کلا آوردید به عنوان مثال $20,000 تو بازار پول داشتید، مثال دارم میگم، 50%ش میشه $10,000. $10,000 رو میاری تو بازار، هر معامله 3 تا 5% اون $10,000 رو ریسک میکنی و با این روش ما با توجه به ریسک و ریوارد هایی که در نظر گرفتیم براتون میتونید سود فوق العاده ای بر خودتون کسب کنید و روی برآیند که مثبت باشید حسابتون هم رشد میکنه و کسب درآمد خواهید داشت. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. لینک تو دیسکریپشن هست، آیدی پشتیبانی، پیام بدید بگید از یوتیوب اومدید میخواید شروع بکنید، همه چیز در اختیار شما هست. از این بازار کسب درآمد خودتون رو انجام بدید. خیلی میخوامتون یا حق مراقب خودتونم باشید.